دکتر سردار موسی شریف شارزایی سیاستا ناف دولتی اجده که بگرن دست سلاو بوده که سردار ایت پیش بینیات چاوای یعنی سوریه دبی سوریه کنو سوریه اولا آرام دموکرات دی چاوا پیش بینیدک زور سپاس بو هوا و در فتح راسته جه که پیش بینی کردن که سوریه دهاتی ده بتن سوریه که دموکرات یا اسلامی یا سوریه که ساقامگیر هشتا گلک زیه اگر برآورد گل عراق بیت کردن روخان رژیم صدام حسینی 2003 و دولت سوریه کو نهکب سروکاتی هیئت تحریر شام رزگار بیاد جوازه گلک مازن هیا لسردم عراق دولت امریکا و اروپا پیونده که چروپر دیگر اپوزیسیون حزب عراقی هبین ماهای که دور درش چندین کنفرانس هاتمین چگونه چندین پیوندی هاتمین درست کردن رکفتنک جوره رکفتنک هبی کو بنیاد دولت عراق نی چابتن هم لداف بین اپوزیسیون حزب اپوزیسیون عراقی هم جگل سراست وان اکترین نف دولتی و که امریکا بریتانیا فرانسه کو بشدار بیند وی بابتی دا و داوین کمبیون خاداجه که تکل سرهندگی که عراق و که ولاته که فدرال بیت ناس کرنه اف بابت لسوریه گلک جیاوازه روش سوریه هبونا هزن تروریست و هزن رادیکال اسلامی و که هیئت تحریر شام و که هزن کو گریدای سوریه نب ناو هزن آزادی سوریه و کمک گروپندی خودان خو اجندای جیاواز جبهه کار اجندای دولت دوروبرا تایبتیجه ترکیه دید نام سوریه دهاتیه که نزدیک دانا بده دولت کا سقامگیر نام بده دولت کا دموکراتیک اوانو که ام بینن سوریه روش بروش روش تا گهرین داخویان جیاواز عالیه برپسن سیاسی یان رایدار نوی دولت سوریه کو محمد جولانی سروکاتی و دیگه دیتا راگهاندن بو رایا گشتی پتر بو هیورکرنات روشه پتر جبو هنده کو بشیدن دسالات خو شامه یان سوریه برفرهتر بکتن جبیرا منه چتن سوریه دولت که یان کوملگه که بیکاتیش نتوین جیاواز بیکاتین جیاواز لباشور و دروز هنه لباکور با روشالا رجاوا و حریم کردی هیا روش آوای ویژه که بیشتر دولت علوی هنه و بیکاتین دیجیک هنه سر رغم وی بابته جواب که دولت که حریماتی زلهیز ترکیه کو ایرو که خواه وکی سرکفتی بیند خواه وکی اکتر سرکیل سوریه دا بینتن روش بروش هژمونیا خواه یان بارگیرانی خواه سر سوریه بهسته دکتن و رایدار دولت سوریه نوکش پتر رایال دولت که وکی ترکیه نه جبهه کار اجندای دولت ترکیه نه اوج کاریگری دبیتن سر درست کردن سقامگیری و هر وساج دلیایی دان به پیکاتین دین کمالگاه سوریه یا دولت سوریه لور از بخواه که بیشتر روشه که وساج گشبین نابینم دهاتی نزدیک دا سوریه ببتن ولاته که آرام و سقامگیر یا دموکرات جبو ما کرده چاوای که سردار یعنی روجاوایی کردستانی جبو روسیه گلک آلوز و نزلال و درباس بو سال 2011 حتی ایرو هینجی یعنی یک ریز یک هفگرتنک دناو آلیین کردی دنینه کارگری آوی جالیه نگاتیف ده جبو چاره سریا پرساو کرد لروجاوای کردستانی تو چاوادن بخواهد کرد بگشتی چه جیر سرکرداتی یا حسده بید یان هزن سوریا دموکرات جبت یان جه کرد کو بشدار بیند برای دین اپوزیسیون کو دولت ترکیه پیشگیری آوان دکتن دابش بیند و رولا که مازن جه هبینه سوریا دا رولا که مازن هبینه شهر داعش دا کرده پترش 11,000 گنج خاکرین قربانی بو پاراستنا کمالگاه سوریه اوانو که بندست کردن بو کمالگاه جهانی و یا نخواشتر بو کردا او که کرد ایرو که گرتینینن او حولن که هنه نوکه بین امریکا و فرانسه و دولتین دین هاوپیمان یا جک پشتوانن کردا هیویدارم که برهمه کبتن هیویدارم که برپرسن سیاسیین همی حزب الله سیاسیین روجاوه که پتری پنجی حزب سیاسی نه
بگهن رکفتنه که یگرته که ناف بینا خدا چه بکن سود لتجربه حریم کردستان ورگرن و در فتش دست ندن دا بجبونا حریم کردستان یا روجاوای کردستان ناف برای این جیاواز دا نل برجواندیات کردادانه و از حز جناکم بارکم دید نامجه او که حتی نو که کرد سردانات دمشق نکن چه پیوندی گل هیئت تحریر شام درست نکن حتی رکفتن که جدی یا که بلگنامه که بهتر نویساندن که کرد گل دولت شامی لسر چه بابتات گفتگوی بکن تایبت بپرسا کرده سر آستان دولتی حریماتی که بدیت نام پیشگیری که جدی نو که بو کردا حیاتی تا کم کردن لسر آستان دولتی امریکا فرانسا آلمانیا هر واسه که اسرائیل ایرو که پاشکره هاتی میدان کو داخواست کردن کو پشتوانی کردا بیت کردن ولو پشتوانی اسرائیل جدیت نام حتی راده که دو وکی شمشیره که دولایانه عالیه که وکی بیشتن نباشه نگاتیو یا نارنیه عالیه که دیگه که گلک باشه اسرائیل هکر جدی بتن سر پشتوانی کردال سوریه ده که داخواست اسرائیل او حکومت که سوریه بیت درست کنه حکومت که لواز بتن نشتن بتن مترسی بو سر بو اسرائیل گل جدیه که کرد ببن خدانه خو هیز و سنگ سوریه و حول اسرائیل بدید نامن و آراسته دچتن اوش عالیه باش و عالیه نباش و او کو پیوندین اسرائیل گل کردان لسر آست کمالگات مسلمان هر وساج دولت ترکیه دی کاریگری که نگاتیو یا نباشه بدل سر پرسا کردی پتر دیدن تومت بار کردن به هند کو کرد هاوپیمان اسرائیل نو ایروج دست نبا که بیچ قرگرنا حالتی فلسطین و حالتی فلسطین که سردار یعنی که سردار دناف کردان ده مناقشه یک برفرحه انه ها جبوت کرد نکارم ببنی کریز جبوت براستی یعنی امریکی فرانسی ورن اوقاس حول بدن کو یکریزیه که کردی درست ببه و پیک نایم انها جیهانا کردی ده درایا گشتیا کردی ده تیا خافتن کو برجوندین حزبایتی برجوندین پارتیتی برجوندین نتویی زیده تر درد کمن پیش و او یک دبی اگرک مازنگ و کردنکارن یکریز بن دیتنا تدوی درباره ده چیه جبو چه کرد روجاوای کردستانی لسر بنمایک برجوندین نتویی کو گلک زلال نو برجوندین نتویی چما نکارن لسروی بنگهی یکریزیا کاغبت بول اف پرسا که گرینگه شقات بوه بابت دویت مرو بزبرتن سر بابت که میجوی و روزی یان او در فتا کو بو پککی هات درست کردن بشتن کاریگری سر پیکاته کردی روجاوای کردستان بکتن و بشتن هیز و دسالات خوال سر کمالگاه کردی روجاوای بسپینتن و هیزندین کردی لاواز بکتن ایرو که پککه بویا هیز روجاوای کردستان پشت 2001 و 2004 دیجک وکی بیشتن پککه بیا هاوپیمان ولایت امریکا و روجاویل شرط جی داعش داشت اوج کاریگری گل مازن بیا پککه ریگری کریا که هزندین کردی بشداری روبری یانج بشداری شرط جی داعش بن رک نهاتی دانه وقت پککه راستی جی اگر او بتن حول دایا کو تن یک حزب بتن الودری یک فرماندهی یک دستور و یک روبری هبتن او کو الحریم کردستان هاتیه آراده پیش سال 1909 دیتنا پگه او بیا کنا بتن روجاوای کردستان بیت جبجه کردن لاین دین روجاوای کردستان کو گریدای انکسی و حزبندین کردی نجک پگه که به دیکتاتوریت و خاصپاندن تو بعد بار دکن و ناکوکین وانن ایدئولوژی جهنم و بابت داجک و از باور که میشه که کاریگری حریماتی سر و بابت جهیا و کی بیشتن دولت وکی ترکیه دولت وکی ایران و کی بیشتن حزب سیاسی الحریم کردستان بگیرد ولایت اندیش و بابت دا کاریگری سر پرسا کردی یا جک پیکاته کردی روجاوای کردستان هنه او گرینگ کو نوکه راستی که او سرکردن سیاسی حزب کردستان روجاوای کردستان پتر گهداری کمالگاه کردی بکن همی لاین سیاسی حریم کردستان روج بگیره حریم کردستان به سرکرداتی سیاسی حریم کردستان به کمالگاه روجاوای کردستان بتن کردن دیاسپورا بن داخواز یگرتن و درست کردن یک حلوستیش برپرسن روجاوای کردستان مثلا برپرسن همی حزب لاین سیاسی روجاوای کردستان بکن پشت اینکه
هبونا رجای که برفره یا حزب سیاسی نزدیک 5 حزب سیاسی روجاوای کردستان کاریگری که مازن های کدشتن شیوه که گلک آسان ولات دورو بریان جب که بیچه هزن نافخوی سوریه عرب بن یا لاندی بن بشه نافمان کردی جک و چقینن کو کردا بولای خوابی کشن هندک امتیازات بجیک و نه کردی بکرن کو ناکوکیل نافمان کردی در کرد نبشه وای که یک دنگ و یک گردی برای دمشق بشه تو بشه پاراستن برجاندی خواب پاراستن از بجم جوی دو ماهی که شیخ مقصود غزنوی که سردان وی برو جاوای کردستان دیدن من وکی عالمه که دینی بینگاه که گل جدیه که هم گل لاین حسد مظلوم کوبانی و همچنین گل لاین دیجه که دانستاندن بکت بشیتن جورا لیک دیگه هیچن یا نزدیکیه که دام برامانده درست بکتن دیدن من ده گل باش مد کو ام گهداری پتر جاره اولی گهداری نو مالا خدا بکن پشتی وجه گل ها پیمان خو کی امریکا و فرانسه و نارینن سروان به طرف کن در فتره دیروکی با کرده هاتی آرار روجاوای کردستان کودشتن هم با حریم کردستان هم با توایی کرد لروجالات ناوین دا ببتن در فتره گازرین و از باور کم هم حسد هم جه لاین دی و که انا کسی نابتن ناویوان بچتن میجوی دا و که لاین خراب کو ریگری بینش سرکفتنا کرد به دست بین دستکفتن روجاوای کردستانه. بله گلک سپاس بوده دکتر سردار موسی شریف ده هوکل گل